جشن زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روز نگویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روز نگویتان مبارک مبارک. اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. زندگی السلام علیکم دوستان عزیز، بیننده های ما و تماشابینان شبکه تبریکاتی شهنام. امروز جمعی ما در دهه آخری که شهر سمرقند برای تبریک کردن جشن زادروز سودابایتی آمدیم. از مسافرت از نام دادرشان، از نام بختاورکه، از نام پدر مادر و از نام خواهرشان سبینه بانو، از نام فرزندی عزیزشان همایون شاه تبریک میگویم. البته سخنهای نیکی که در دل بختاورکه است به خواهرشان میرسانیم. امروز نیز غیر چشم داشت است، سورپرایز است. همراه شما عزیزان با هم ببینیم، با ما باشید و امروز کیفیت را پیشکش میکنیم. رفتیم. السلام علیکم مادران عزیز، السلام علیکم مهمانان خانواده پدر مادر عزیز، بختیارمک و البته معلمه عزیزی ما بالته و همه شمایان را به امروز روز خرسندی و بزم زیبا جشن زادروز سودابایتی خوش آمدید میگویم و البته برایشون تا خرسنگ بزنیم به نسیما تکلیف میکنیم. مرحبا. معلمه شما هم نزدیکتر میستیم یا نشون؟ مرحبا. سودابایتی زادروز مبارک، روز تولد را مبارک باد میگویم. بختیارمک همینجا باشن. مرحبا. شما هم تکلیف میکنیم. بختیارمک مرحبا. سودابایتی زادروز مبارک، روز تولد را، میلاد عمر را، امروز جشن را برای شما مبارک باد میگویم. یک تو یابید کنی نامی که آمدگی ما؟ از نامی دادرم. البته از نام دادری که امروز قلبان همراه شما هستند. السلام علیکم بختیارمک. امروز در خاندانتان پاره قلب شما اولین فرزند که هر دوی شمایان را سزاوار نامی پدر مادری کردند، اولین تحفه پروردگار امروز جشن زادروز دارند. سودابایتی از نام بختاورکه، بعد از آن از نام پدر مادر، از نام سبینه بانو خواهر عزیزتان تبریک میگویم. تا آمدن همراهی بختاورکه صحبت کردیم، گفتن برای خواهر نازنین من، خواهری که من برایش همه نیت‌های نیک را آرزومندم، برایش رسانید که وی در حیات همچون مرد زندگی میکند، در حیات مردانوار برای فرزند عزیزش، برای نمین همایون شاه در وظیفه هم پدر هم مادر شده همیشه در خدمت آنهاست. و البته ناگفته نماند که میگویند
سنا بادا به زنهایی که مردند، سنا بادا به زنهایی که مردند، بیازی زندگی را بیت فردند، به نامردی بداده درس مردی، دم حسن زنی را کم نکردند. انا این مصرع ها را من خیال میکنم که شاعر برای مانند خواهر من زنها نوشته است. شب و روز در مسافرت خدمت کرد، از پدر مادر، از وطن، از تمامی خویش، از جگربند خود دور شد. در مسافرت مسافران میدانند عذاب مسافری را. در مسافرت مهنت کرده، مهنتی حلال کرده، صاحبی خانه و برای همین فرزندش آینده زیبا را برپا کنم گفته، ان همین خنکی ها، ان همین گرمی ها، ان همین پستی و بلندی های زندگی به طاقت کرد. من که در مسافرت میگردم، همان دمی که پدرم را، مادرم را یاد کنم اگر، یا کمی بیمار شوم، کمی کسل شوم اگر، خواهر من از حال و احوال من خبر گیرد و هر روز در هر روز زنگ زده، یک روز 3 مراتب هم زنگ زده، از حال و احوال من، از گرسنگی و سیری من خبردار بود. در خانهش یگان طعامی با لذت باشد، یگان بزمش باشد، اگر به من نمیگذراند آن بزم ها را. میخواستم همیشه صحت سلامت باشد، همیشه در سر همین همایون شاهش ولیکه خاندانش شده، تاجستری فرزندش شده گردد، هیچ وقتی رفتاده نشود، پستی های زندگی پسی سرش مانده باشد و دوام عمرش را در روی دنیا از همه خوشبختترین زنی دنیا گذراند. برای خواهر نازنینم رسانید که دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پر آب است به دیدار گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. تسکین دل امیدوارم خواهر، حسن دل و فیض روزگارم خواهر. دل سوزتر نیست به هر دو عالم، ای مرهم داغ‌های دادر خواهر. جشن زادروزتان، روز تولدتان مبارک باشد، همیشه خوشبخت باشید و البته از آن بختاورکه گفتم که آغوششان پر از زیبایی، دماغشان پر از خوشبویی شود گفتن. برای شما در روی دنیا، در روی شهر سمرقند از همه گلدسته های زیبا را تیار کردیم، برای خواهرم رسانید. از این هم زیادش با لایق است. مرحمت تا کرسک میزنیم، گلدسته را تقدیم میکنیم. زاد روز مبارک. و البته برای دادر، برای جیانها از همه مهربانترین شخصیت عمه جان هستند. شما برای همون بختاورکه البته انسانی از همه ارزنده هستید. برای شما نیز گردنمانه اطلاع داریم از نام اهل عائله‌تان، از نام بختاورکه، از نام پدر مادر و خواهرتان میخواستیم مرحمت خودتان گذارانید پیشکش میکنیم. مبارک باشد. مبارک باشد. معلمه بولتیوه، برای شما هزار رحمت. البته بختاورکه شما رو بسیار یاد کردن، دوست می‌دارند، پدر را، مادر را و همیشه تاج سر میکنن. هزار رحمت میگویم و شکرانه میگویم که این خیلی مادر برای من هم مادر، هم استاد، هم معلمه، تمامی هستی بود و نبودی من هستند. یاد کردم شما میخواستم از آن دستان نازنینشان دویسه زنم و آغوش کنم مادر مهربانم و همیشه صحت سلامت باشند، هیچ وقت خسته نشوند و بیماری را نبینند. گفتن امروز روز خورسندی را، اولین زادروز فرزند را برای شما مبارکباد میگوییم. میخواستم نیت‌های نغز و نیک را برای دخترتان شنویم. مرحبا. السلام ای مردم باننگ و آر این دیار، السلام نور استقلال فیض بشمار، با صداقت به شمایان برخواستم. السلام ای هم نوای و هم فضای این دیار، السلام علیکم مهمانان عزیز. من امروز زادروزی مادر من است. الهام صد بدره، سر من به همه وقت ساق و سلامت کرده. السلام علیکم مهمانان عزیز.
من این فرصتی پرقیمت استفاده برده خواهر عزیزم تبریک میکنم. الهی همه وقت همین از آقای کشتگی در این وای راحت شوه. همین سری مهم به من سری دادم به بیم به اکم مسافرت وای که دیگه سری مهم به هم مهم به ساخت سلامت گردو. الهی من همه مامان همه 120 سالگی تا این هم زیادتر کده هم خیشینیم. مهمانان عزیز، اولا همه شمایان رو خوش آمدید میگویم. با صدابه اولا عمری دراز، رزق فراز میخواهم. از خدا همین رو میخواهم که در سر فرزند یگانه‌اش همه جشه ساق و سلامت باشد. 120 ساله شود و بعد از آن پیر شود. از برای همایون شاه همه وقت ساق و سلامت باش و بختاور تو هم رحمت که همین خواهرت در همین روز چنین تحفه کردی. تو هم در مسافرت هستی، کجایی که نباشی ساق و سلامت باش. رحمت سلامت باشن. بختیارآمد تبریک میکنن. قاینا باشد. یک جای شیرینی رو میبریم. از این طرف است شما بختیارآمد. مرحمت. بیست پیش شما. یک جای یک تا 4 تا بریم همراهی فرزند. مرحمت. یک جای شیرینی رو میبریم از آن تناول میکنیم. زادروز مبارک باشد بگیم. بختیارآمد مرحمت. بیست سر نزدیکتر. Sabina شما هم نزدیکتر است. زادروز مبارک. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Мубарак бошад. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. مبارک باد میگوییم. حاضر باشد صداوایتی نبینید که همه انسان‌های به دل نزدیک در سر دسترخوان پر از ناز و نعمت برای تبریک شما آمدند. می‌خواستیم نیت‌های ناز و نیکشان را شنویم. بعد از آن باشد در این کاشانه زیبای بختیارآمد یک جا رقص و بازی را دوام می‌کنیم. می‌خواستیم از معلمه سر کنیم. یکی از معلمه پیشقدم، معلمه‌ای که حرمت و احترام می‌کنند. دوست می‌دارم، معلمه‌ای که همیشه برای فرزندان تعلیم و تربیت می‌دهند. مرحمت معلمه شانخدا و شما را تکلیف میکنیم با نزدشان. البته نیت‌های نفس و نیک را میشنویم. مرحبا. السلام علیکم مهمانان گرامی، خوش آمدید به درگاه انیسایتی. من پیش از اون که صدوبه رو تبریک کنم اول منتداری خودم رو به بختاور اظهار میکنم. خوش باشد آن دادری که خواهر خود را روی کف میکند، دل خواهرش را میبردارد. در یک روایت است در زمان قدیم گندمزاری بوده است. از آن گندمزار کسی گذشتنش ممکن نبوده است، حتی که کودک نوزاد داشته باشد مادر ممکن نبوده است که همون گندمزار زیر کند، یا که پدر و مادرش بیمار باشد و فرزند گندمزار زیر کردن نزد آنها رود. فقط خدا به همون شخص رخصت داده است که دادر خواهر رفته بیند. به همین ممکن انمین عمل بختاور امروز اجرا کرد. من از این خرسند از نام همینجا شتگی ها، از نام پدر و مادرش و مخصوصا از نام خودم به بختاور سپاسگزاری میکنم. در برابر همین صدوبه رو با جشن مولودش از صمیم قلب تبریک نموده به تو عمری دراز، صحت سلامتی به سر فرزندت الهیم صحت سلامت گردی، حضوری فرزندت رو بینیم. بگذار همایون شاید کلان شده به دانشگاه‌های عالی داخل شود، شخصی شناخته دهه اهالی شود، به خلق و وطنش خدمت کند، مادرش را روی کفش گرفته نگاه کند.
با دقتتان رحمت. تشکر معلم عزیز، هزار رحمت میکنیم و از مهمانان میخواستیم نیتهای نقص و نکرو شنویم. مرحمت دراز کنید امون بلند بیاد را مطرف. مرحمت خداوند الهیم 100 ساله شد همه وقت در سری کودک و من در سری پدر و مادر ساق سلامت کرد چی نیتی داشتگی باشی در جامعه عمل سوشه همه وقت ساق سلامت باش در از می سری کودک ساق باش سلامت باش. رحمت خیلی باشد. اکثر مادران رقص را دوست می‌دارند، نه؟ نبود رو برعکس دهیم. معلمه یک جای بیرون برآمده در این باد و هوای زیبای آهریکی عزیز یک جای میرقصیم، خرسندی میکنیم. صبحیتی زادروز مبارک باشد میگویم. مرحبا سرودهای شوق و رقصی برای شمایان یک آیله خوش و خرسندانه میرقصیم. مرحبا
مبارک عزیزان دل بیننده های ما. امروز روز خورسندی جشن زادروزی سودابایتی را با یک درجه اعلا در خانواده بختیارمک برگزار کردیم. از نام بختاورکه از مسافرت تبریک کرده امروز این لحظه های زیبای خورسندی را همراهی شمایان به هم دیدیم. با ما باشید با صدای شهنام رحمت سلامت باشید روزای نظم